چجوری داخل سرور منیجر یک سافتور اینستالیشن بسازیم؟ اول داخل دامین روی پوشه یوزرز OU کلیک کنید و گزینه اول رو انتخاب کنید. بعد براش یک اسم مشخص کنید، مثلا اسم همون نرم افزاری که قراره نصب بشه. وقتی ساخته شد واردش بشید و تنظیماتش رو ادیت کنید. حالا برید سراغ بخش پالیسیز و از اونجا گزینه سافتور اینستالیشن رو پیدا کنید. اینجا یک سافتور اینستالیشن جدید بسازید و فایل نرم افزار مورد نظرتون رو بهش معرفی کنید. به همین سادگی همه چیز آماده شد. حالا وقتشه تستش کنیم و ببینیم درست کار میکنه یا نه. اگه میخواین بیشتر از شبکه سر در بیارید، سابسکرایب یادتون نره.